سلام، ما در رادیو شما هستیم. امروز ساسی عزیز با رادیو شما اینترویو داریم. اومدیم رادیو شما یه اینترویو داریم میکنیم، فردا صبح پخش میشه. اومدیم دبی، میخوایم بهتر کنیم شنبه اجندا رو. تیکت از globalconcert.ae. منو ساسی برای همین شنبه که حسابی قراره بهتر کنم. شما یادتون باشه کد داریم. ساسی جان سلام، حالت چطوره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم از اینکه دبی هستم و در خدمت شما. فکر کنم برای بار دوم اومدم رادیو شما. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. ساسی ما خیلی خوشحالیم که تو رو میبینیم اینجا در استودیو رادیو شما در دبی. شنوندای عزیزمون، طرفدارات انقدر تو رو دوست دارن. 2 هفته است ما تیکت‌های کنسرت رو داریم میدیم. همونجوری که همه میدونن کنسرت شنبه است و همین شنبه و دوستان عزیز بی‌صبرانه منتظرت هستن. شنبه کنسرت، امیدوارم که همه شما عزیزان رو ببینم تو سالن اجندا همراه با کامران هومن عزیز. جاشون خالیه، به زودی میرسن. و آخرین بارم فکر میکنم دسامبر بود که اینجا بودیم همراه با آرش اکسپند کامران هومن. اون کنسرت هم خیلی خوب بود و من همه جای دبی دوست دارم دیگه. میام اینجا دیگه همش عشق و حال براهه. خب برای همین من همه جاشو دوست دارم و امیدوارم که شنبه هم کنسرت خوبی باشه و بهتره کنیم دیگه. مطمئنیم 100% کامران هومن و ساسی قراره که بهتره کنن برای شنبه. ساسی برای ما سورپرایز هم داری؟ سورپرایز که داریم دیگه. ما برنامه معمولا یه کارایی میکنیم. آره تو این برنامه هم 1-2 تا سورپرایز خیلی باحال براتون داریم. ماریوی عزیز هم در کنار ماست. ماریو جان سلام، حالتون چطوره؟ سلام به شما و تمام طرفداران رادیو شما. ماریو جان یه خورده در مورد برنامه به ما میگین که بذار من اول ماریو رو معرفی کنم. ماریو رئیس گلوبال کنسرت گذار برنامه شنبه، کنسرت گذار دسامبر، کنسرت گذار تور ما بودن. همینجور با هم دیگه داریم میریم شهر به شهر. ماریو جون لیتس گو. بگو. خودم معرفیت کردم شخصا. باعث افتخار که با ساسان جان چند سال همکاری میکنم و واقعا برنامه ایشون همیشه پرهیجان و پر از انرژی مثبت، همیشه سالن رو هوا بوده. بله کاملا همون که میونه که مردم خوشحالن اون روز. هر برنامه ایشون پر از آدم پک شده و 100% همین اتفاق هر برنامه ایشون خواهد افتاد تو آینده. همون برای من قلب منو راضی میکنه که برنامه به نفع حسن انجام شد و مردم همه دارن شادن و میرقصن و خوشحالن. ماریو خیلی مهربون به نظر میاد. خیلی آدم مهربون. خیلی حالا ساسی هم مشخصه خیلی دوست داره. البته ماریو یه اون رو هم داره. حالا بعدا راجع به اون صحبت نکنم، ولی نه واقعا همیشه همینجوری مهربونه. ماریو میخوای بگی برنامه چه جوری شروع میشه؟ همه شنوندای عزیزمون بدونن که چه اکسپکت میکنن برای اون روز. بله برنامه تقریبا ساعت 7:30 در و باز میشه، شروع میشه و با یه خواننده لوکال عزیزمون با آقای آرش کریمی اینجا هستن که افتخار بود که من بهشون یک دفعه ویزیت کردم و صدای فوق العاده زیبایی دارن. کارشون هم خیلی خوبه که ایشون با دیجی خیلی معروف شهر، دیجی اسکیمو شروع میشه و بعدش هم یه خواننده ترکی شدیم که از ترکیه ایشون تشریف میاره برای شروع برنامه و بعد میریم سراغ برنامه کامران هومن عزیز و بعدم ساسان جان در خدمت. به عالیه، فوق العاده. کامران هومن ساسی برای همین شنبه که حسابی قراره بهتره کنن. شما یادتون باشه کد مسابقه کامران هومن ساسی رو برای من ارسال کنین. میریم یه موزیک بشنویم به انتخاب ساسی. ساسی چه موزیکی گوش کنیم؟ از خودم باشه؟ چه پسری رو بشنویم؟ بشنویم، شما دستور بدین. سلام علیکم ماریو، سی های. اومدیم رادیو شما یه اینترویو داریم میکنیم، فردا صبح پخش میشه. اومدیم دبی، میخوایم بهتر کنیم شنبه اجندا رو. مخلصیم. ساسی ایده های آهنگت از کجا میاد؟ بیشتر خودت مثلا میگی من دوست دارم یه خورده یه جوری باشه. آره دیگه میشینم این یه ساله رو فکر میکنم چی باشه که یه ذره فام باشه، این هر چی مشکل باشه دیگه بذارن کنار، اون یه ماهو تو عید بزنن و برقصن. برای همین سعی میکنم بیشتر فام باشه و همه آهنگا معمولا رقصیه دیگه. خب ما فارسی زبان‌ها ایرانی‌ها خیلی عاشق رقص و آوازیم و موزیکای شما فوق‌العاده است. حالا یه سوال دیگه ساسی معمولا ویدیو کلیپات هم ایده خودته توی ویدیوهات؟ معمولا آره دیگه، 90% همش ایده خودمه. خیلی هم سخته.
خیلی سخته. شما یکی بیاد ایده بده. به خدا مردم انقدر ایده. خلاقی. فداتم مرسی. آره هم معمولا ایده های خودمه ولی خب خیلی سخته و خیلی زمان بره. واقعا اون ویدیوها که میبینی 2-3 ماه تایم میگیره زمان ببره. بریم یه آهنگ گوش کنیم از ساسی. حلی اینو میتونیم پخش کنیم. ایشون خیلی بچه مؤدب، خیلی محترم و با معرفت ترین خواننده که من با ایشون تا حالا کار کردم. یعنی فکر خیلی چیزایی هستن که اصلا خیلی از آرتیست‌ها اصلا به ذهنشون نمیاد. بعد شما حالا میگید آفتر رکورد حالا شما میگید که از کجا میاد. باورتون میشه شده من مثلا باعث افتخار بوده چندین ساعت من کنارشون نشستم، نه خلافی نه چی، فقط داره شعر میگه. شروع واسه میزنم حالا. دوستان عزیز حالتون چطوره؟ امیدوارم که خوب باشین. بله میدونم که همه دارن ذوق میکنن. امروز در کنار ساسی هستیم در استودیو رادیو شما، سوپر استاری که همه خیلی دوستش داریم. بالاخره در کنار کامران و هومن و ساسی برای شنبه، همین شنبه کنسرت بزرگ هست که میتونین لذت ببرین در اجندا و تیکتاتون رو میتونین از platinumlist.net تهیه کنید. ساسی داره به ما خیلی خوش میذاره، شنوندای عزیز دارن کیف فقط پلاتینوم لیست خالی داری میگین، این ماریو ناراحت میشه. این گلوبال کنسرتشو بگین. از 2 راه داریم برای تیکت فروشی. و سالن جلو 3 تا ردیف وی آی پی داریم، وی آی پی و باز وی آی پی سکشن داریم و معمولی و بالا بالکنی داریم و وی آی پی رومایی داریم که برای 1 تا 12 نفره که بالکنی و وی آی پی روما ویو خیلی زیبایی داره و بهترین جا برای رکورد کردن این کنسرت هستش. دوستان وقت نداریم برید تیکتاتون رو تهیه کنی، کم کم داره دیگه تمام فول پک میشه، همه دارن میرن که بتره کنن و برقصن. ساسی جان یه خورده از کامران و هومن هم قراره با هم دیگه باشین و بتره کنین. قرار بود بیان نام چون نیومدن. اینا خیلی مرموزن. من نمیدونم میذارن دقیقه آخر میان. نه آره کامران هم که قراره بیان بزنیم بترکون. میدونم اونا هم کلی سورپرایز دارم، باشون صحبت کردم، آماده بودم واسه برنامه. بچه‌ام همیشه میترکونن دیگه. کلی برنامه با هم رفتیم، یه تور خیلی مفصلم فکر کنم یه سال خورده پیش با هم رفتیم. ساسی چی شد با هم دیگه شروع کردین همکاری کردی؟ فلش بک بزنید. با کامینا خود خیلی وقت پیش ما کار کردیم. یعنی برنامه گذارا اومدن و دیدن که ما خیلی شاد میخونیم، اونا خیلی شاد میخونن. این ترکیب جفتمون تو کنسرت ها خیلی باحال میشد. من یه بار دوست دارم یه بار کنسرت خودم و کامران هومن برم ببینم چقدر میشه رقصید. واقعا حسودیم میشه به خدا. حالا قسمت خودم بذار که نه، ولی مثلا بچه‌ها میان میزنن میرقصیم. خلاصه حسرتش موند به دلم بشینم یه کنسرت ببینم یکی از اول تا آخر شاد بخونه. حالا خواستید بیاید فقط برقصید دیگه، اینجا جاشه دیگه. شنبه تو اجندا میخوایم بتره کنیم واسهتون. سنگ تموم براتون میذاریم. برای طرفدارات که همین الان در امارات، بیرون از امارات، چون الان از اپلیکیشن ARM Play همه میتونن به رادیو شما گوش کنن، بیرون از امارات دارن گوش میکنن، از همه جا. میخوای به طرفدارات چی بگی؟ خیلی دوستت دارم، مخصوصا جوونا چقدر تو رو دوست دارم. مرسی، لطف دارین شما، لطف دارین. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه، همیشه سلامت باشین. مهمونی‌ها رو هم بسپارین به من دیگه. خودم سالی یه بار یه دونه آهنگ براتون میسازم، بزنید برقصید و جای ما رو هم خالی کنید حسابی. چرا سالی یه بار؟ دیگه سالی 2 بار واقعا. همون سالی یه بار بذار بمونه. نه امسال واقعا الان به خدا خیلی سخته. حالا شاید مثلا از دور نگاه کنم میگه خب یا آهنگ شاده همینجوری خب بیان بخونه میره، خیلی سخته. یعنی من ویدیوهامو از میبینی 4 ماه داریم برنامه‌ریزی میکنیم که فقط اون ویدیو رو بتونیم فیلم برداری کنیم. آهنگش هم طول میکشه. 4 دقیقه بخوای بخندونی و برقصونی خیلی سخته. ولی خب نه سعی دارم بکنم 2 تا ان شاء الله. حالا فکر کردی که تو دبی بخوای موزیک مثلا جایی تو دبی باشه موزیک درست کنی؟ آره اتفاقا الان تو فکرش خیلی شدیدن هستم. آره چقدر دبی خوشگله. خیلی 100% تو این فکر هستم. خب حتما یاد باشه اسم منم بذاریم واسه فور شور شک نکنید. مرسی در کنار ساسی و ماریوی عزیز. و من یه تشکرم بکنم از شما رادیو باحالتون. واقعا ما هر دفعه میایم اینجا خیلی حس خوبی داره دیگه. دستتون در نکنه. میدونم کلی هم واسه ما ترکوندین دیگه تو این تایم. همیشه خواننده ها رو من میبینم، بعضی موقع باشون اینترویو میکنیم، بعد خواننده ها رو میبینی که اصلا توی ویدیو خیلی باحالن ولی ساسی هم اینجا باحاله، هم پشت اصلا موزیک، صداش، انرژیش
فوق العاده است مرسی. و همم خیلی تو رو دوست دارم. ما دیگه جلو شما حرف صدا نزنیم دیگه. فدات شم. آرتیستا معمولا خیلی دیگه سرشون شلوغه، واسه شنبه همه بی‌صبرانه منتظریم. دوستان عزیز کد مسابقه بفرستین، همین امروز میتونید تیکت برنده بشین. کامران و هومن ساسی کد مسابقه امروز هستش از طریق 4002 از طریق اپلیکیشن. یه چیز آخرم بهتون بگم قبل خدافظی، یه تشکر خیلی ویژه دارم واقعا از ماریو عزیزم، مدیریت گلوبال کنسرت، که ببین یعنی سنگ تموم میذاره واسه برنامه‌ها، واقعا سنگ تموم میذاره. برای همین من همه برنامه‌هامو تقریبا دیگه اواخر دارم با ماریو میرم و امیدوارم ببینمتون و لذتشو ببرین شنبه. مرسی ساسی، مرسی ماریو عزیز، ممنون از وقتتون که گذاشتین اومدین استودیو رادیو شما. باز هم دوباره شما رو در استودیو ببینیم، ان شاءالله بتونیم کامران و هومن هم بتونیم استودیو بیاریم که فان داشته باشیم حسابی. مرسی قربان شما، مرسی. براتون بشم. بشنویم چه آهنگی بشنویم ساسی؟ هر کدوم که شما دوست دارین شما انتخاب کنید. ببین من سورپرایزی براتون بذارم، بریم گوش کنیم. Global Concert